ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتار 64. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن ز رفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. درباره سبب سوختار در میانه مردم آوازه عجیب افتاد. می گفتند که شیخ خشتک مردار بوده است که به یکی از زنان فرزند طلب حرکتی ناشایسته کرده است. بنابراین ارواح امام قتیبه او را زده با خانه و جای و کارخانه و اسبابش سوزانده نیست کرد. اما بعد از گذشتن چند هفته و بعد از آن که سوختار خانه شیخ و خود او از خاطرها برآمده رفت، سبب حقیقی آن سوختار را فهمیدم. من در این خصوص با استای سابق شرافجان صحبت کردم. او اول با خنده استهزاء آمیز سبب سوختار را حرامش خشتکی شیخ نشان داد و علاوه کرد: تا شهر نسوزد کبابی درویش نپزد. گفتند سبب سوختار هرچی باشد، با این کار 10 ریختگران که هر کدام از شیخ 500 تنگه 1000 تنگه بنکدار بودند و پیش از ادا کردن این قرض در آن کارخانه پردود زهرآلود بی اجل مرده می رفتند، همگی از آن غلامی آزاد ناشدنی یک باره آزاد شدند. نظر به فکری شما در این کار باید دستی کارگرانی او باشد؟ گفتم به استا با آهنگی سوال. من این را روشن گفته نمی توانم، گفت او، اما اگر در خاطر داشته باشی روزی مرده شرافجان آن استای سال خورده که مراد لوچک نام دارد گفته بود که این شیخ بدمور که همه را بی اجل می کشد خود کی بی اجل می مرده باشد؟ مراد لوچک آدمی است که یگان چیز را آرزوی خوش کرده نمی ماند و آرزوهای او همیشه با کارهای عملیش یکند و به وجود می آیند. او از آلفته های کهنه بخاراست. فقط بعد از آن که در دام شیخ افتاد شوشش دود زده شد و به سبب پرقوت بودن دلش نمرده باشد هم دیگر کارهای آلفتگیش را دوام کننده نتوانست. وقتی که شرافجان جوان مرد دلی او به وی و مادرش بسیار سوخت. در وقتهای آن سخنها را گفتنی او من در دل خود گذرانده بودم که وی در حق شیخ یگان کار خواهد کرد. عجب نیست در این کار دست او باشد. استا بعد از قدری خاموش استادم باز دوام کرد. در شب جمعه واقع شدن این کار که در آن وقت در کارخانه کسی نبود و در کوره ها آتش هم نبود، چون که آتش کوره ها را عادتاً ساعت 12 آن روز می کشتند. قصداً و با ترتیب معین آتش داده شدن کارخانه را نشان می دهد. حریفان
این کار را به ترتیبی کردند که آتش در سحر در وقتی به خواب شیرین بودنی همه شهر از همه جای کارخانه یک باره در گرفته همه جای حوری شیخ را یک باره پیچانده گیرد. خانه‌داری شایر. من در حجره ملا روزی با ملا وفا نام شاعری وحشی تخلص شناس شدم. او آدمی تخمیناً 45 ساله، بلند قامت، قاق بدنی، سفید چهره‌ای رنگ کنده بوده، ریشی ماش و برین شدهش تار تار از هم جدا شده می ایستاد. او آرام نشسته نمی توانست. همیشه گاه کتف خود، گاه بازوهای خود، گاه سری سینه و میان خود و گاه زانوهای خود را جداگانه جنبانده می ایستاد. او کم گپ می زد و پیش از گپ سر کردنش دستانش را یک جنبانده و مژگانهایش را افشانده به همصحبت خود وحشیانه نگاه می کرد. شعرهایش بسیار لیکن غم‌انگیز، خیلی پست و عبارت از تکراری بی موفقیت مضمونهای آبشسته مرثیه نامه ها بودند. او هفته یک بار به حجره ملا روزی می آمد و در هر آمدنش بغل خود را از شعرهایی در همان هفته گفتهش پر کرده آورده آنها را از یک سر خواندن می گرفت. اما شنوندگان به شعرهای او گوش می دهندیانی این مسئله برای وی اهمیت نداشت. لقب او بیزن بود که این دقت مرا بسیار جلب می کرد، چون که در بین ملاها بیزنان بسیار بودند. با همه این چرا این لقب به او مخصوص شده است؟ سبب این را از خود وی پرسیدن ممکن نبود، زیرا اگر کلمه زن یا بیزن را در پیش او گویند در حال شوریده و دشنامهای قبیح داده همه اعضاهایش را یک باره جنبانده خسته می رفت. در اولین ملاقات کردنم با او در حجره ملا روزی در وقت صحبت، حالا در خاطر ندارم که به چه مناسبت باشد، کلمه زن از دهان من برآمد. او یک بار شوریده و تمام اعضای بدنش را جنبانده به من گفت: حالا که خردسال می باشی به گردن تو تکلیف‌های آداب معاشرت، آداب زندگی را بار کردن ممکن نیست، وگرنه در جزای این سخنت زبانت را از دهانت کشیده می پرتافتم. او بعد از قدری آتشینی خود را پست کردن علاوه نمود: اگر بی آداب شوی و عمری دراز بینی، از من به تو نصیحتی تجربه کارانه این است که خانه‌دار نشد. هر وقت که شنیدنی شعرهای بیمزه وی به دل ملا روزی زند، او می گفت: شریک، بهتر است که تو شاعری را پرتا و یک زن گرفته آسوده زندگانی کن. او می شورید و در حال همه اعضایش را لرزانده از جایش می خیست. ای لبلبو فروش! پدری ملا روزی لبلبو فروش بود. من تو را آدم گفته پیش تو آمده بودم، اما ندانستم که تو سگی عکاسی شده بودی. گویان از حجره برآمده می رفت، اما هفته دیگر باز آمده شعرخوانی سر می کرد. من از ملا روزی پرسکاو کرده ترجمه حال او و سبب لقب و نفرت او را از کلمه زن فهمیده گرفتم. نظر به خبر ملا روزی، پدری ملا وفا ملا مردی خدا نام غرمی بوده، در خردسالیش به بخارا آمده
در مدرسه ها درس خوانده بود و بنابر قشاقیش درسخوانی خود را تا آخر دوام داده نتوانسته به غژدوان رفته در دهه عبیدی امام شده و بعد از چند سال در آنجا خانه‌دار شده بود که از آن زن همین ملا وفا تولد یافته است. ملا مردی خدا آدمی خوش‌ثبات بوده، پسرش را خواننده خوش‌ثبات کرده بود. پسرش ملا وفا چند سال در مدرسه غژدوان درس خوانده، بعد از وفات پدر و مادرش به بخارا آمده، در اینجا درسش را دوام داده، با ملا روزی شریک درس شده بود. جای استقامت ملا وفا در بخارا در مدرسه شادیم بی بوده. شاعری جوانی مشهور شاهین هم در آنجا استقامت داشت. از بس که ملا وفا به شعر و ادبیات هوسمند بود، با شاهین علاقه بسته در حجره او با دیوانهای کلاسیک ها و با شعرهای خودی شاهین آشنا شده، خودش هم به شعرگویی در آمده و برای خود نام خودش کلمه وفا را تخلص قرار داده بود. ملا وفا از شعرهای شاعران گذشته بیشترین شعرهای عاشقانه را خوانده، از موضوع و مضمون آن شعرها برای خود و در خیال خود یک دلبری زیبا جمالی وفاداری دلارام را یاری آینده و معشوقه خیالی خود قرار داده مانده بود. نظر به تصور و تصویری ملا وفا، معشوقه آینده او رساقامت، سفید بدن، باریک میان، غنچه دهان، رنگی رویش گندمگونی به سفید مایل، چشمانش سیاهی آبداری پر اشوه و ناز، میژگانهایش درازی نوک خمیده، ابروانش سیاهی توسی نوک تیز، گوشهایش لاله نو شکفته برین تر و تازه، بیاز گردنش درازی سفید دلربا، موهای سیاه مشکینش تا خمگشتی زانوهایش دراز بود و هاکذا. ملا وفا هر وقت او را در خیال خود خوش آمد می گفت و نوازش می کرد و او با چشمانی درخشانی نیم پوشیده شده، با روی از حیا سرخچه گردیده، با تبسمی شیرینی دلنواز به او جواب می داد. هرگاه وی دستی معشوقه را گرفته از نوک پنجه تا ساعدهایش می بوسید، معشوقه دلارام دستی دیگرش را به گردنی وی پرتافته چنان پیش می کشید که لبها به لبها می رسیدند و هاکذا. در آن وقتها روی یگان زن یا دختری قدرس را دیدن ممکن نبود. بنابراین ملا وفا هر وقت که به کوچه براید، معشوقه خیالی خود را از بین زنان و دخترانی رو پوشیده با نشانه فرنگی و پوشاک آنها معین می کرد. نظر به گمانی ملا وفا، هر زن و دختری که در کوچه با فرنگی کهنه و با کفش و محسی فرسوده براید، او بدنما بود. معشوق وی از بین آن زنان و دختران یافت شدنش ممکن بود که فرنگی شاهی و کفش و مسیحی امریکانی نوپرداز پوشیده برآمده باشند. اگر یکی از این گونه زنان و دخترانی خوش پوشاک در راه رفتن جلوه کرده قدم گذارد، صدای خشیر خشیری فارمی کرتهای آهاری وی به گوش رسیده ایستد و بوی خوشی عطر و مشک چنان که از گلزار در وقت شمال می آید در هر جنبشی او از وی وزد، معشوقه بجان برابری ملا وفا همان زن بود. او از دنبال این گونه زنان از دور هم باشد نگاه کنان و حسرت خوران می رفت و در دل خود می گفت: آه
اگر شرایط راه میداد، پیشی راهی این معشوقه را گرفته، چشم بندش را از رویش برداشته، عرض نیازی عاشقانه خود را می کردم و به پیش پای او افتاده، چشمانی اشک بارم را به کفش های مشکین بویش می مالیدم. ملا وفا جانانه آینده خود را با علامت‌های برادرانی دختران هم انتخاب می کرد. هر پسر بچه دوست روی زیبا را که دیدمان، راه یافته با وی شناس می شد و با پرسکاو می فهمید که وی همشیره دارد یا نی. اگر آن پسر بچه همشیره قدرسی هنوز به شوهر نبرآمده داشته باشد، او را معشوقه غایبانه خود قرار می داد. موافقی مقالی مشهور که می گویند عروس چگونه است، دادر عروس نمونه است، آن پسر بچه را نمونه همشهریش فرض کرده، در خیال خود به او موهای درازی سیاه مشکین می بست و لباسهای خوبی زنانه پوشانده، در تصور خود او را عاشقانه پرستش می کرد. اما ملا وفا نیتی به یگان معشوقه خیالی و غایبانه خود خواستگار فرستاده طلب کردن نداشت، چونکه همه آن گونه دختران خوش لباسی اشوگر، دختران بایان، ملاهای کلان و سرکردگان بودند که آنها نه به صفتی داماد، حتی به صفتی گدایی هم او را به خانه خود راه نمی دادند. رقیبانی شومی بدکردار که ملا وفا در شعرهای شاعرانی گذشته می خواند و همان رقیبانی که خودش هم در شعرهای خود به آنها لعنت نفرین می فرستاد، همین گونه پدران و داماد شوندگانی آنها بودند. ملا وفا قشاق بود. از پدر و مادرش میراثی به خرج او کفایه کننده نمانده بود. از آنها پرچه پلاسی و یک حوری ویرانه قشلاقی مانده باشد هم همه آنها را وی فروخته در اولهای استقامتش در بخارا صرف کرده بود. بنابراین بعد از ریش و مویلت برآورده کلان سالتر شدنش، تابستان به دیهه‌های تومنها رفته امامتی می کرد و هر چیزی که از آن امامتی به دستش درآید زمستان در مدرسه ایستاده خرج کرده می خواند. یک سال او در قلتی نام دیهه که در طرف شمال شهر بخارا بوده 16 کیلومتر از شهر دورتر و در طرف غربی راهی وابکند واقع شده است امام شد. آن دیه آبشار و خوش هوا بوده، آدمانش هم با او خوب سازش کردند. از بس که دهقانان آنجا در وقتهای بیکاریشان به صفچه پیش مسجد جمع شده به شعرخوانی های امام خود سر جنبانده اظهار تأثر و خوشنودی می کردند، امام هم آنها را دوست داشت. خصوصا وقتی که ملا وفا شعرهای خود را به آنها خوانده می داد و از آن خودش بودنی آن شعرها را معلوم می کرد، دهقانان به او مفتون می شدند و در حیرت می افتادند، چون که تا حال آنها امامی خط و سوادناک را ندیده بودند. این امام که به عقیده آن دهقانان از درون خود شعر می برآورد، به نظر آنها پیغمبر برین می نمود و شعرگویی او را معجزه می شمردند. جوانانی سرودخوان دیه پیش امام آمده از وی التماس می کردند که غزلهای خود را به آنها دهند تا که در شب نشینی ها چیزهای نو خوانده شنوندگان خود را در حیرت اندازند.
بنابراین ملا وفا غزلهای خود را به آن جوانان یاد کنند. وقتی که جوانان سرودخوان شعرهای امام را خوانده با تخلصی وفا تمام می کردند، غلغله تحسین و آفرین نسبت به گوینده آن غزل و خواننده آن از مجلس برمی خواست که طبع امام از حد زیاد می بارید و سوراخی شعر براری او باز هم وسیع‌تر می شد. ملا وفا در قلتی هم معشوقه خیالی و غایبانه یافت. این دختری نعیم نام ارباب دیهه بود. آن دختر با هر دو علامت هم به ملا وفای شاعر معشوقه شده می توانست. از هرچی پیشتر ملا وفا پوشاک آن دختر را از نظر گذرانید. در دیهه در وقتی که همه زنان و دختران با کرته‌های چرکینی دریده، با کفش‌های فرسوده به سر خود یک جامچه را گرفته می گشتند، او یگانه دختری بود که با فرنجی رهرهی میدنخشی سرخی شاهی و از چرمی دوخته شده باشد هم با کفش پاشنه بلندی لاک زده پرداز کرده شده، با محسی قیراقی پاشنش گلدوزی کرده شده می گشت. او سری سینه خود را به پیش برآورده، سری خود را اندک پس و پیش جنبانده، تنگ تنگ قدم مانده نازکانه راه می رفت و به قول شاهین پای می ماند چون نازک صنمان قدقدی جو. در راه رفتن از لباسهای وی بوی خوشی عطر و مشک و گلاب نمی وزید. لیکن این حال برای ملا وفا اهمیت نداشت، چون که اگر تاری تازه دو او به آن دلبری دلارام واصل شود، بدو تنگ یک شیشه عطر اعنا از بخارا خریده آورده، این کمبودی وی را اصلاح کردن ممکن بود. کمبودی اساسی این دختر پستی قامتش بود. اما ملا وفا فکر می کرد که شاید پستی قدش از خردی سالش باشد. اگر او حالا 14 ساله باشد، تا به 18 در آمدنش سرو بر این بلند بالا، شمشاد بر این زیبا و صنوبر بر این رعنا خواهد شد. علامتی دویم هم در جایش بود. آن دختر یک برادری از خود کلان سال داشت که ریش و موی لب برآورده باشد هم از رخساره و چشم و ابرویش حسن و جمال دخترکانه نمایان شده می ایستاد. ملا وفا هر باری که آن دختر را در کوچه می دید، عشق غایبانش نسبت به وی زیادتر می گردید. اما هیچگاه او در زندگی واصل شدن خود را گمان نداشت. ارباب دیهکی صاحب زمینی بسیار بوده، جفتی گاوهای قطار و گوسفندانی بیشمار دارد. چرا دخترش را با امامی که لااقل خانه‌ای نشست ندارد بدهد؟ شاعر حتی جسارت نمی کرد که در کوچه در پیش آدمها به طرف آن دختر نگاهی کند، زیرا عجب نبود که از نگاه‌های حسرت آمیزش و از پریدنی رنگش مردم به عشق او پی برند و این حال را به پدر او خبر دهند. در آن وقت البته ارباب این حالت امام را نسبت به خود و دختری خود تجاوزی جنایتکارانه شمرده او را زده زده از دیه پیش می کرد. در آن صورت عاشقی ناکامی بیچاره از نزدیکی کوی معشوقه دلارام محروم و به هجرانی جانگداز گرفتار می گردید. بنابراین ملا وفا کم کم در کوچه ها از پی دیدنی معشوقه خود نمی گشتگی شد. یگانه تسلی او در پیش مردم شعرهای عاشقانه را با سوز و گداز خوانده، در خیال خود
آن معشوقه غایبانه را به خود مخاطب تصور کردم و در تنهایی از آخری یک بندی ترجیبند عبدالرحمن جامی 3 بیت زیرین را با آوازی بلند هرچند بدآواز باشد هم سرودن بود. زین سان کی رهی امید بسته است، بر من غمی عشق تو ز هر سو. آن بیه کی به کنج ناامیدی، پای در دامن و سر به زانو. بنشینم و با غمی تو سازم، پنهان ز تو با تو عشق بازم. وقتی که ملا وفا از دیدن محبوبه خود در کوچه ها دست کشیده، شبهای دراز هجران در خیال روی جانان با آه و ناله و افغان در غمخانه خود می نشستگی شد، آن محبوبه در خیال او باز هم صاحب جمالتر و زیباتر نمودن گرفت. حتی پستی قامت او به درجه پوشاک دختران شهر زیبا نمودنی فرنگی، چشم بند و کفش و محسی او هم از نظرش دور گشته. آن معشوقه مانندی پری که در افسانه ها با لباسی نور تصویرش می نمایند و یا مثل حوری که با حله های بهشتش زیب و زینت می دهند، دلربای بی همتا و نیست در جهانی او گردید. شاید در این حال به هجران آن معشوقه طاقت آورده نمی توانستگی شد و قریب بود که مجنونوار سر برهنه فریاد کنان به دشت و بیابان براید. در این وقت واقعه‌ای روی داد که به سبب آن به وصل جانان امیدوار گردیده قریب بود شادی مرگ شود. روزی 2-3 نفر از موسفیدان دیهه به حجره مسجد به پیش او در آمده بعد از مقدمه تکلیف کردند که خانه‌دار شود و آنها به او دختری خوبی پاشکسته پاک دامنی را یافته می دهند. ملا وفا گمان کرد آنها یگان نفری آن دهقان دختران را که با لباسهای دریده چرکین به سرشان جامچه گرفته به کار دهقانی و گاوچرانی می روند به او بزنی می دهند. بنابراین تکلیف آنها را در صورت قطعی رد کرده و بر رد کردن سبب نشان داده گفت: من حالا خواندن خود را تمام نکردم، بنابراین تا ختم درس مدرسه خیال خانه‌دار شدن ندارم و دیگر این که من خانه و جای ندارم و اگر خانه‌دار شوم زنی خود را در کجا می شنانم؟ شما گفتار 64 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.